الفبای زبان آلمانی. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. و در پایان این 4 تا حروفی که این پایین میبینید که 2 نقطه بالاش داره، این 3 تا حرفی که 2 نقطه بالاش داره، آ، او و او، بهشون به این 2 نقطه ها میگیم اوملاوت. آ اوملاوت، او اوملاوت، او اوملاوت. و این حرف که در زبان آلمانی همیشه صدای سه میده، اسم حرفش هست SZ. SZ. خب یه بار دیگه اینا رو تکرار کنیم، اسماشو یعنی یاد بگیریم. آ اوملاوت، او اوملاوت، او اوملاوت، SZ.